سلام به همگی. تست آینبورگ یا شهروندی آلمان و همه ما مهاجرا دیر یا زود باید بدیمش، چه بخوایم اقامت دائم بگیریم چه بخوایم پاسپورت بگیریم. اون سختیه نه، کلا 300 تا سواله که همیشه مشترکه. 10 تا سوال هم از همون ایالتی که شما توش هستید میاد و اگر 16 تا بیشترشو بزنی قبول میشی. بنابراین اصلا کار سختی نیست، ولی شیوه خوندنش یه پی دی اف یا سایت های مختلف هستن که اکثرا به زبان آلمانی یا ترجمه انگلیسی و خیلی سخته برای ماهایی که فارسی زبانی بیایم سر در بیاریم و حفظش بکنیم. علاوه بر این من خودم خیلی سختم بود که وقتی تو مترو تو باشگاه دارم دوچرخه سواری میکنم دوست داشتم یه جای وایسی باشه بشنوم این سوالا رو قشنگ یاد بگیرم و وقت زیادی براش نذارم. فقط کافیه یه بار اینجا اینو با هم ببینیم، ترجمه زیرش من براتون میذارم که بتونید قشنگ از رو همون هم یاد بگیرید و با تصویر و شکل‌های مختلفی یادمون بمونه. یه بار که اینو با هم دیگه بریم مطمئنم هممون قبول میشیم. قراره که 31 ویدیو باشه، هر ویدیو 10 تا سوال، پی دی اف هاش هم براتون میذارم اگه خواستید بعداً بخونید برای امتحان آماده بشید. بریم با هم دیگه شروع کنیم. شیوهمون به این صورته که یه بار خود سوال آلمانی رو میخونیم، یه بار ترجمه‌اش رو میخونیم که اصلا بفهمیم چه جوریه، بعد فقط جواب درست رو به آلمانی میخونیم. چرا؟ به خاطر اینکه همین 300 تا سوال قراره توی امتحان بیاد. الکی وقتی بقیه جوابا رو به آلمانی میشنویم توی امتحان اون گزینه برامون آشنا میاد و ممکن اشتباه بکنیم. بنابراین فقط جواب آلمانی هر سوالی که درست هست و من یه بار میخونم، بقیه سوالا رو فقط فارسیش رو میخونم که تو ذهنمون فقط داشته باشیم برای بعدا یادش بگیریم. اولین سوال، بریم شروع کنیم. این Deutschland dürfen Menschen offen etwas gegen die Regierung sagen wollen. میگه توی آلمان مردم این حق دارن که علیه دولت انتقاد بکنن یا دولت زیر سوال ببرن. چرا؟ خب بخاطر اینکه اینجا آزادی بیان حکم فرماست یا اینجا آزادی بیان وجود داره. خیلی از سوال جوابش این میشه، برای همین یه بار اینو یاد بگیریم برای بقیه‌اش هم میاد. Weil hier Meinungsfreiheit gilt. Hier Meinungsfreiheit gilt. همونجوری گفتم بقیه سوالا رو فقط فارسیشو میخونم. میگه اینجا آزادی مذهب حکم فرماست، ربطی نداره چون مردم مالیات پرداخت میکنن، ربطی اصلا نداره. خیلی مالیات هم پرداخت نمیکنن ولی بازم این حق برای همه وجود داره که بتونن قوانین دولت رو انتقاد بکنن، نظرشون ابراز بکنن. مردم حق شرکت در انتخاب برخوردارن؟ نه، چون یه سری حتی هنوز حق انتخاب در حق شرکت در انتخابات رو حتی ندارن، هنوز شهروند نشدن، ولی بازم میتونن وقتی یه قانونی میاد نظرشون آزادانه اعلام بکنن یا حتی تو تظاهرات شرکت بکنن که داره دولت زیر سوال میبره. بنابراین یک بار دیگه فقط جواب درست hier Meinungsfreiheit gilt، یا چون اینجا آزادی بیان وجود داره. بریم برای سوال بعدی. In Deutschland können Eltern bis zum 14. Lebensjahres ihres Kindes entscheiden, ob es in der Schule میگه توی آلمان این سوالم جالبه. توی آلمان والدین تا 14 سالگی حق دارن که تصمیم بگیرن بچه‌شون تو چه چیزی شرکت بکنه یا نکنه. همونطور که می‌بینید توی آلمان حالا بچه‌ها خود آدم‌ها خیلی مستقلن، یعنی حتی خیلی از مسائل مختلف جلوتر بهش میرسیم. حتی مثلا پدر مادر توی مسائل مربوط به پارتنر پیدا کردن یا چیزهای مختلف به این اصلا نمیتونن دخالت بکنن، ولی یه حقی دارن اینکه تا 14 سالگی درباره یه موضوعی برای بچه‌هاشون تصمیم بگیرن. اون موضوع چیه؟ اینه که اینکه اون بچه بتونه توی کلاس تعلیمات دینی شرکت بکنه. آلمانیشو فقط یه بار میگم. ob es in der Schule am Religionsunterricht teilnimmt. یعنی پدر و مادر یا والدین تا 14 سالگی میتونن برای هر کسی برای هر بچه‌ای تصمیم بگیرن که توی کلاس تعلیمات دینی شرکت بکنه یا نه. یا به عبارت دیگه تو سنای اولیه میتونن والدین برای اینکه این بچه چه دینی رو حداقل باش آشنا بشه اظهار نظر رو داشته باشن. سوال سوم. Deutschland ist eine Rechtsstaat. Was ist damit gemeint؟ میگه که آلمان کشوری است قانونمند، یا توی آلمان قانون وجود داره. آلمان کشوری که توش قانون حکم فرماست. منظور از این جمله چیه؟ خب اول یه بار میایم جواب درست رو میخونیم با هم دیگه که ذهنتون بمونه. Alle Einwohnerinnen oder Einwohner، یعنی مذکر مؤنث، und der Staat müssen sich an die Gesetze halten. یعنی همه ساکنین آلمان، همه ساکنین این کشور و دولت موظف به رعایت قانون میباشن. یعنی چی میگه آلمان کشوری قانونمنده؟ یعنی چی؟ یعنی که خب همه باید قانون رو رعایت بکنن. فرق نمیکنه که شما یه شهروند عادی باشی، دولت مرد باشی، پلیس باشی، دکتر باشی، پرستار باشی. اینجوری نیست که کسی از قانون مستثنا باشه. اگر قانونی وجود داره در مقابل با هر چیزی باید همه افراد اون جامعه، کسی از اون قانون مستثنا نیست، همه افراد اون جامعه در مقابل این قانون رعایت بکنن. جوابای درست همونجوری گفتم فقط فارسیشو میخونم، چون دولت ملزم به رعایت قانون نمیباشد، نه همه باید رعایت بکنن. صرفا آلمانی ها ملزم به رعایت قانون میباشد، نه هر کسی که تو این کشور زندگی میکنه باید این قانون رعایت بکنه.
دادگاه‌ها قوانین کشور رو وضع میکنن. این جمله درسته ولی ربطی بالایی نداره. بله دادگاه‌ها قوانین رو وضع میکنن، حالا از بوندستاگ میاد، دادگاه‌ها ممکنه این قوانین تصویب بکنن ولی بازم ربطی نداره و همه یک افراد در مقابل قانون باید رعایت بکنن، قانون نگه دارن. خب سوال چهارم میگه که welche Recht gehört zu dem Grundrechten in Deutschland. کدام یک از حقوق زیر در آلمان جزء حقوق بنیادی افراد به شمار میاد؟ خب اول طبق معمول میریم گزینه درست رو میخونیم که گزینه سی هستش. ماینون فقایات همونش که گفتم این گزینه خیلی مهمه، تو خیلی از سوالام تکرار میشه، یعنی بازم این 300 تا سوال حتی اگه بخوای واقعیتش ببینی اگه یک مفهومی متوجهش بشی خیلیاش تکراری و خیلی راحت میتونی جوابشو بدی. یه بار دیگه صورت سوال کدام یک از حقوق زیر در آن جزء حقوق بنیادیه؟ خب آزادی بیان یا Meinungsfreiheit. بقیه حقوق چیه؟ وافن بزیت، حق استفاده از اسلحه که بنیادی نیست، فقط یه سری مشاغل خاص میتونن داشته باشن، حق زورگویی که مثلا این گزینه رده و مجازات خودسرانه دیگران که باز همین گزینه رده. اصلا خیلی مشخصه که گزینه Meinungsfreiheit یا آزادی بیان وجود داره. سوال بعدی Wählen in Deutschland sind frei. Was bedeutet das؟ یعنی چی؟ یعنی انتخابات در آلمان آزاد می باشد. معنی این جمله چیه؟ معنیش اینه که de Wählerin oder Wähler darf bei jeder Wahl weder beeinflusst noch zu einer Stimmabgabe gezwungen werden und keine Nachteile durch die Wahl haben. یعنی رای دهنده نباید تحت تاثیر قرار داده بشه. یعنی اینکه آقا کسی نمیتونه بیاد شما رو زور بکنه بگی که مثلا بعد فلان انتخابات رای بدید یا مثلا بیاد به شما پول بده که شما بیاد به انتخابات رای بدید. انتخابات توی آلمان آزاده و هر کسی بر اساس هر چیزی که فکر میکنه، هر چیزی که فکر میکنه درسته، اون افکاری که داره، اون نتیجه‌ای که داره، میتونه بدون نظر رو توی انتخابات به اون حزبی که میخواد، به اون افرادی که میخواد رأیش رو اعلام بکنه. بقیه گزینه‌ها رو من بخونم. انتخاب شخص خاص به ازای اخذ پول مجاز است که خب این اشتباس، مشخصا نمیتونی بیای بگی آقا من رأی کسی رو میخرم تو خیلی از کشورها ولی قطعا تو آلمان هم این غیر مجازه. صرفا افرادی که تاکنون به زندان نرفتن از حق رأی برخوردن اصلا ربطی نداره. هر کسی که به اصطلاح شهروندی آلمان رو داشته باشه و 18 سالش باشه، این 18 سال هم یاد بگیریم جلوتر خیلی ازش سوال میاد، اجازه داره که توی آلمان رأی بده، اصلا ربطی نداره که سابقه قضایی داره یا نداره. کلی افرادی که از حق رأی برخوردار باشن باید در انتخابات شرکت کنن. اینجا به خاطر این کلمه موسن هستش که این اشتباهه، چون که مجبور نیستن در انتخابات شرکت کنن. اگر انتخابات شرکت نکنن اتفاقی براشون نمیفته. اگه اینجا دورفن بود یعنی کسایی که کلی افرادی که حق رأی برخوردار دارن دورفن یعنی اجازه دارن در انتخابات شرکت کنن، این گزینه درست بود، ولی به خاطر این موسن این گزینه هم اشتباهه. بریم سوال بعدی. نصف مسیر رفتیم تا اینجا. Wie heißt die deutsche Verfassung؟ اینجا کلمه فرفاسونگ رو یاد بگیریم. کلمه فرفاسونگ معنی قانون اساسی هستش. هر جا که این کلمه رو دیدین، چون این سوالم تکرار میشه چند بار، منظور گزونگزتس یا قانون اساسی هستش. گزتس هم کلمش به معنی قانون، گقون یعنی پایه یا اساسی، گزتس یاد بگیریم مساویه با فرفاسونگ. پس یه بار دیگه Wie heißt die deutsche Verfassung یعنی قانونه. به فارسی شاید یه مقداری تکراری و مسخره به نظر بیاد. میگه قانون اساسی آلمان چی نام داره؟ یه جایی داره اونجا مترادف کلمه فرفاسونگ رو میپرسه که گزت هستش. دیگه قانون مردم، قانون سراسری، قانون آلمان. نه اینا رو اشتباه نکنیم. فرفاسونگ یعنی گزت. سوال بعدی Welche Recht gehört zu dem Grundrechten؟ می کدوم حق به قانون اساسی ربط داره؟ Die nach der deutsche Verfassung garantiert werden. Das Recht auf کدام یک از حقوق زیر که توسط قانون اساسی آلمان ضمانت شده است به حقوق اساسی، حقوق بنیادی یعنی حقوق اساسی افراد ربط داره. یعنی که کدوم یکی از این موارد زیر جزء حقوق اساسی هستش. خب گزینه اول آزادی مرام و عقیده که قطعا گزینه درسته. Glauben und Gewissenfreiheit. گزینه دوم Unterhaltung، آزادی تفریحات، حق کار، آزادی اشتغال، Wohnung. اینا که اینا وجود نداره. بله آزادی اشتغال وجود داره، آزادی Wohnung وجود داره، ولی به قانون اساسی ربط نداره. کدومشون به قانون اساسی ربط داره؟ یا همون فرفاسونگ یا همون گرونگزت ربط داره؟ آزادی عقاید و باورها. گلابن یعنی عقاید، گویسنفرایهایت یعنی عقاید، افکار و عقاید. خب چون هر چیزی که دلتون میخواد میتونید فکر کنید، کسی حق نداره بیاد بگه آقا شما به خاطر این طرز فکری که دارید باید جریمه بشید یا به زندان برید یا کاری انجام بشه. Was steht nicht in Grundgesetz von Deutschland؟ یه کدوم یکی از موارد زیر در قانون اساسی آلمان درج نشده است. Alle sollen gleich viel Geld haben. خب این گزینه خیلی مسخره است.
فقط گزینه درستش یه بار دیگه با هم دیگه داشته باشیم، یعنی که میگه کدومی که از موارد تو قانون اساسی آلمان نیست، اینکه همه باید به طور مساوی پول در بیارن. اینکه آلمان کشور سوشیاله دلیل نمیشه که همه یه اندازه پول در بیارن، نه، بازم هر کسی بر اساس اون فعالیتی که میکنه، اون شغلی که داره، اون اهمیتی که داره، تحصیلاتی که کرده، میتونه درآمدش بالا پایین باشه. پس این درست نیست که هر کسی باید به اندازه مساوی پول در بیاره. گزینه‌های بعدی خب تو قانون اساسی آلمان هستن، پس جزء جواب درست این گزینه نیستن ولی جزء گزینه هستن. یا رو با هم بخونیم که یادشون بگیریم. حرمت انسان قابل تعرض نیست. خب بله، میگه توی آلمان اون حرمت و کرامت انسانی رو کسی نمیتونه بهش توهین بکنه، یا حتی وقتی وارد دادگاه میشین یا جرمی هم کرده باشین، همیشه باید احترام و اون کرامت انسانی شما رو نگه دارن. همه از آزادی بیان برخوردارن که قطعا جزء قانون اساسی هست، ماینون فقای هایته که قبلا هم خوندیم. آل زین فوردم گزتس کلاش، همه در مقابل قانون برابر هستن. خب این هم جزء قانون اساسی آلمان هست. چی تو قانون اساسی آلمان نیست؟ اینکه همه باید به یک اندازه دقیقاً پول در بیارن، همه مثلا باید در ماه 2000 یورو در بیارن که این کاملا اشتباهه. Welche Grundrecht gilt in Deutschland nur für Ausländerinnen und Ausländer? Das Grundrecht auf کدومی که حقوق اساسی صرفا برای خارجی‌هاست، یعنی برای خود آلمانی‌ها نیست. خب قوانینی که مربوط به عزول یا پناهندگی هستش برای صرفا کسایی که وارد آلمان شدن، پاس آلمانی ندارن. و سوال آخر، was ist mit dem deutschen Grundgesetz vereinbart؟ یعنی کدام یک از مجازات‌های زیر با قانون اساسی آلمان مطابقت دارد؟ خب توی آلمان این یادمون باشه، تنبیه بدنی، اول بزنین گزینه درست رو بگم، گل اشتغاف. اگه شما هر جرمی مرتکب بشین، هر اتفاقی بیفته، فقط میتونن شما رو به صورت مالی جریمه بکنن. فقط دی گلد اشتغافه، تکرار میکنم، دی گلد اشتغافه که یادمون بمونه، مجازات نقدی هستش. بقیه گزینه ها رو آلمانیش نمیخونم که به اشتباه نیفتیم. تنبیه بدنی یعنی اینکه آقا کاری که بقیه میتونن شلاق بزنن، کتککاری بشه، این حرف اصلا وجود نداره. شکنجه وجود نداره و خب اعدام و مجازات مرگ هم وجود نداره. پس تنها طبق قانون آلمان، طبق گزینه آلمان، تنها مجازاتی که میتونن شما رو داشته باشن اگر یه جرمی اتفاق بیفته مجازات نقدی هستش. همونطور که دیدین تموم شد این 10 تا سوال. امیدوارم که یه چیز یاد گرفته باشیم، بتونیم امتحان رو خیلی راحت پاس بکنیم. کل این ویدیوها 30 تا هستش، تو هر کدوم ما 10 تا رو میریم جلو. 10 تا آخرام برای هر ایالت هستش که اونا رو میذارم. اگه توی تاکسی هستید، تو باشگاه هستید، جایی هستید، کامنتی دارید حتما بهم بگید که بتونم این ویدیو رو مقداری بهتر طراحی بکنم. امیدوارم که همه امتحان رو بتونیم قبول بشید و ویدیو بعدی میبینمتون.